همه برآمده‌ام گفتنی هستند. میگویند که نوروز یگان وقت انقلاب نبود و امروز با مرور زمان از سال 24 سرکرده آمده امروز ما به آن رسیدیم که حجت‌هایی که از طرفی همون وقتا شورای عالی تصدیق نگردیدند، همون وقتا سویت وزیران بود، دیگر ساختارهای دولتی بود تصدیق نشدند و امروز همه این به دوش ما آمده است. ما امروز این مسئله را حل کردیم و با طور مذاکرات و طور شیشتن یک دیگر فهمی کرده از جانب کردستان، از جانب ما این مسئله را دیده برآمدن و امروز همه این مسئله های رویاخوی دیگر این حل خودش را در همون وقت می‌یابد که مرز حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت قرقیزستان معین گردد و باید این راه‌ها گرداندن ممکن است. سلام علیکم. مقررات خود و قائل‌های احتیاجمند عموما به شهر نویا و فوند زمین نزد حملگی پیشنهاد شد و امروز ما گفته می‌توانیم که در سراول بسیار هم یک اقدام خوبی از حکومت جمهوری تاجیکستان بود و امروز در بسیار نوعی‌ها زمینی نزد حملگی، فوند زمینی نزد حملگی موجود است و برای گرفتن همین فوند عریضه هم وارد نیست. این یک. دویمش این که فوندی که ما با نوعی‌ها پیشنهاد می‌کنیم و فوند یک روزه نیست، برای تقسیمات یک روزه یک مراتبه نیست و فوند طوری است که کمیسیون جمعیتی که لازم شمارد با رئیس حکومت نوعیه پیشنهاد میکند که من اینقدر عرضه پیشنهاد کرده است، بررسی کرده است، در اساس همین عرضه‌های بررسی کرده تقسیم کرده میشد و امروز از 160-70% این زمین ها تقسیم کرده شد. سلام علیکم.